دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان از 27 تا 30 آگوست سال 2022 با یک سفر کاری از عربستان سعودی بازدید و با دادستان کل این شایگری سعود عبدالله المعجب ملاقات کرده است. مرکز مطبوعات دادستان کل تاجیکستان خبر داد که یوسف رحمان و سعود المعجب در جریان این دیدار مسئله های مقاومت به تروریسم بین المللی و افراطگرایی، تندگرایی، خرید و فروش آدمان، معاملات غیر قانونی مواد نشئه‌دار در حدود عربستان سعودی، همچنین تروریستی اعتراف نمودن بعضی تشکیلات و گروه های تروریستی اکستریمیستی و دیگر ظهورات جنایتکاری ترانس ملی را محاکمه کردند. بنا به اطلاع رسمی به خاطر عملی گرداندن موافقه های به دست آمده و در چارچوب شرطنامه های بین المللی به رسمیت درآوردن آن بین اداره های دادستانی دو کشور یک یادداشت تفاهم عاید به همکاری در ساحه مقاومت به تروریسم، مبلغ گذاری آن، قانونگردانی درآمدهای برای جنایت به دست آورده و جنایت‌های اساسی علاقمند به آن به امضا رسانیده شدند. دادستانی کل تاجیکستان چند سال باز تلاش دارد تا فعالیت حزب و سازمان‌های در این جمهوری تروریستی اعتراف شده به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشورهای دیگر نیز رسما من و این سازمان‌ها تروریستی اعتراف شوند. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان هنوز سال 2015 من گردیده. این حزب اپوزیسیونی در این کشور به هر دو روی خط سیاه سازمان‌های هم افراطی و هم تروریستی شامل کرده شده است.